برو چپ. برو. اینجوری نمیدازم معتادی؟ بگو. معتاد اینجوریه. منو بگی. بیا دافولی بیا وایسا وایسا دافولی وایسا بیا بیا. دافولی بدم این سگ نمیشینه. ازت بیرونی بیا خاک به سره وایسا آها خدا فودی. اینا کو معتادی؟ خودش چرا چی میشه. سلام خانومی خوبی؟ جونم عزیزم. یا سلام آقاه خدافظ آقاه کارم داشتی عزیزم. نه قربونت نه برم. نه هیچی نیست. عشق منی قرآن خدافظ. چمنی دوگانه سوزه چیزی نیست. داشتی چارگان سوز بود با این صدا. داکی الان یکی از بچه‌ها میرسه دوکی. خدمتتون، بفرمایید استراحت بکنید. یکی از بچه‌ها الان میاد خدمت. داکی خواهش میکنم خوشم. جانم دوکی. عزیزم داکی بفرمایید جانم. صبر کن دیگه. مشابه نمیخوای. مشاوره میخواین شما؟ آقای بله. امیرعلی نی؟ آقای امیرعلی آنچه هر گونه توهین فحاشی نریشته باش. صاحبش اومد برو صاحب. تو ها وای 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 وای. روانشناس داشت. سلام. 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 سلام صد تا سلام. 1300 تا سلام. سلام. آقا چه پوست گان نرمی داری خوبی شما؟ داری. آقا چه استفاده میکنی؟ چه پوست نرمی داری شما؟ میخونم میخوای کم نازت کنم؟ وایسا یه دوب بکشم وایسا. سلام روانشناس هستم در خدمت. سلام. سلام روان کسب زخم میخوایم کسب زخم نه ما روانشناس میخوایم ما یکم روانی. آره بفرمایید. آره یه خود روانی هستی. خب اونی که همه کدومتون؟ هستم. هر دو. هر کیر با اون جفتمون. حرف میزنه آقا من الان از میان این همه خوبان گیج شدم دارم وایسا. حرف میزنم. آها آقا سلام. یه لحظه اجازه بده. خانم شما هم با ایشونی؟ نه فقط نه والا من با منم این ما و نیستم. دقلواییم. فقط منم شما داداشم. امرتون. داداش ما دقلو هستیم والا من عزیزم. با خانم میریکا کار دارم. هستین؟ من ملیکا دیگه. توی خب بریم بله. منو چیز کن تراپی کن. نشیم کن خب بقیه بریم. دوستان آقا شما الان اگر 2 نفرتون تراپی میخواین با منم میخواین باید تو صف وایسین، ولی شما اگه میتونین با یه نفر دیگه هم بگیرین من همکارمو صدا کنم. من مشکلی با این بابت چقدر باید ندارم. صبر کنیم؟ چقدر باید صبر کنیم؟ 45 دقیقه. اگه میخواین همکارمو صدا کنم هستش الان. نه خیلی خوب عالیه فقط 45 دقیقه صبر یک میکنین؟ ثانیه آره نه اوکی. میشه شماره‌تون به ما بدین ما بریم یه پری بخوریم به ما زنگ بزن. آی باشه چشم. که تانت گرفت. آقا پاش آقا چرون پاشو خدمت شما. بفر آها بلوتوسیه. آره بلوتوسیه. شما بیا آه تو قسمت آقا این فون متفانی نیست اوه ما تازه اومدیم ما اینجا. ما وسطی اول ریکوست رو گفتیم بزن بالاییه رو سیو کن واسه ملیکاست. من چیزی نیست. ای خانومه بابا ما گفتیم عزیزم صدامون داری. جانم. اول ما اومدیم فکر کنم باگه. به نه خدا آخه اول ما میدونی اومدیم. ایشون با من کار دارن. خب شما بله بله. اومدین برای تراپی نگفتیم با من کار داریم. خب اگه براتون آقا مجبور این نیست اصلا صبر کنه من اوکیه درست نیست اوکی همکارمو میگم. درست نیست اصلا. امیر چی نقش درست؟ چرون چشم میزنم. گاو شما گاو گاو بریم. چرونی؟ بله آره بله من گاوم اوشون چرون. یوتیوب ایشون اون شما رو نداری؟ میچرونه؟ چی؟ سوار یعنی چی میشه؟ همدیگه رو میچرونین الان؟ در واقع داره نه منو ما میچرونه. ببین داداش ما از تگزاس اومدیم عالی. یه خوره درست. اینجا آشنایت نداریم با همیشه تو جیبمون منظورم تو جیبمون چاقو و اینجور چیزا پیدا میشه آقایون دیگه. گاو چرون. بفرما. جانم شما هر موقع که کارتون تمام شد تشریف بیارین و هر کسی که اینجا بود بگین ملیکا رو صدا کن من میرسونم. ما اینجا میشینیم اگه اوکی 45 دقیقه چشم. است باشه بریم میشینیم. شما تشریف بیارین. مرسی. واقعا میشینی؟ بچی بازی بشینیم دیگه مگه خانومه 45 میخواد. دقیقه
پس چی؟ که فکر کردی چه شکته؟ خانوم میخوام رو ویلچر. بیشین چرون خانم نه، یه خورده پام درد لطفاً میکنه یکم این پای با سمت راستم ملایمت بهش چسب زخم بزنین، یکم حساسه چرونم. آها بله بله. ببین محکم بدانه عصبانی میشه آی خط آی 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 شما آروم زدم. بیا خیلی بلنشین دوستتون بشینه برایشونم بزنم. آخه یکم بعد 100 قرن نشستم. یکم من چرا کلا تو فوش میدی شدم؟ به بغلش وای من نستین که بتونم برایشون چسب زخم آی بزنم. بزن آقا، نزن تو سر من. خسته نباشین مرسی از شما، امیدوارم به خیر خودتون بازم موفق باشید. آره یکم زدم چیزش کردم. جانم. مرسی. آقا سلام برا من جان. صفر بزن، من قویم. حال ندارم. تموم شد قوی تموم میگم تو شد. قوی یا غنی من هم قوی قنیم. آها. رسیدم نیست. خودم تو کنم. بذار ای بابا داد. فردا میام. فردا صبح بلند میشم میام. خوبه؟ باش. آی بابا باز زای تو سرم. چه مرگت شده آه. ای بابا من فردا صبح بلند بابا میشم میام. اوکی. آه باشه خود. آی آقا این آی. دوباره چه مرگی شده و این چه آی. بیمارستانیه یه چسب دقیقه چینی بود. بیای آی آی ایو نمیدونم آقا چی کار کنم نمیدونم آقا چسب می‌بینید گاو چینی بودا بفرما. آه بفرمایید خواهش کن 45 دقیقه نشده ولی باشه اینجا خیلی دره چرون. نه 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 نه. نه اعصابت نه. خود در نه نه در. اعصابت کنترل داشته باش اعصابت اوه. کنترل داشته باش دوستان بفرمایید پسر پسر درای جهان چی بفرمایید بشین روی این آره آره صندلی. بیا بشین بیا بشین بیا بشین بیا این درا رو نگاه نکن علی است اومده. درا رو نگاه نکن خب من دارم باسانم میبینم وایساد. آها الان بهتره. آفرین اینجا اصلا خیلی این دره. کارا رو نکن در در نه در نه آقا بفرمایید بشین این مشکلی پیش بیاد من با سکیوریتی میگم. نه این مشکل در بسانی داره چیز در بیا بریم همه جا رو نشون میدم. بیا این در بیا اونورم ببین بیا. من از در میترسم خانم. در پس چرا میری تو دل ترسه؟ چه بیمار خوبی هستی. بیا اینورم ببین. خانم اینجا اجاره نمیده؟ چی شو؟ اینجا برای خواب زندگی کردن. والا باید تو های رنگ موسیقی کنی نه نکن. نشین بذار گاوه من اینجوری راحتم. من باید یکم وول بخورم میدونی. پیشو بود سادیستن نمیدونم. آقایان شما برادر هستیم با هم. ما دوقلوییم. خب جونم براتون بگه که مشاوره به چه هدفی اومدیم. والا ایشون با در سلامت مشکل در. داشت نباید میگفتن این حرفو ترس از در دارنشون. نه ما ترس تو و نفرت از تگزاسمون در نداشتیم دروفوبیا. نه دروفوبیا آره دروفوبی یه ذره آره همون. تو تگزاسمون در نداشتیم بعد ما درای خونمون هر روز شکستن در ببین شما اینجوری الان نگاه من کاوبوی نکنم. هستین؟ میبینی در آره ما با لگت میام تو دهنت فهمیدی. در یه پوفیوز. خورده کار کنیم علی این دره رو ولش کن من بفهم گاوم. بشین چیز گاف آقای باولی بفرم کافه. گاف جانم. من گاو خالی صرف کنید راحت بشید. باش. شما الان تراپی میخواین یا اینکه با هم؟ ما با با هم هم می‌خوایم. مشکل داریم. علی گاف تو رو جون ام، آبرومون نبر اه،
آقا سیچ خب. من یه توضیح بدم قبل از اینکه جلساتمون رو شروع کنیم. اولا که طی جلسات لطفاً گوشیاتون، رادیوهاتون اینا رو همه رو خاموش کنین که بتونیم آقا چرا؟ از زمان چیز کنیم. من گوشیم باش. باگه، اصلا گوشیم به درد نمیخوره. من گوشیم آره گوشی منم به درد نمیخوره. اه. نه باگ نیست. آره. من چیزه. نوکیا سازی دارم، میتونم این رو روشن بزنم؟ روشن بذارین، ولی خب دیگه مثلا وسط جلسه حواستون پرت نشه دیگه. زمان خودتون زیاد میشه، هزینه‌اش میره. برای من که من که تو بله. هوا میشم اصلا. منو چیز، حالا یه دکتری بودش، اومدیم یه خورده اختلاف کردیم، بعد یه ذره چیز بود، مشکلات زندگی داشتیم اینجا، بعد یه خورده آدماشون مامون حال نمیکنن، نمیدونم چرا. آره دقیقاً، بیشتر مثلا آره حال گوشمون نمیکنن. میدن. نمیدونم آقا، من موندم کلمه پوفیوز چیه که به ما میگن. آقا خانم واقعا معنی چیه؟ نمیدونم به خدا، ولی میدونم فوشه. حالا فوش مثلا دادن؟ تراپی روش. از در فوشه. بدتره؟ آره در در بله. فوشه الان. آقا اینقدر فوش نده اینجا. یه دقیقه نه، گوش در بدین به در من. این در اینا. من با اجازهتون براتون یه پرونده بعد با هم شروع کنیم باشه. بفرما خانم، اسمتون چی بود آقای- جسارتا؟ من ملیکا هستم. آها ملیکا خانم، اوکی. آقای چاکر سامورایی چاکر سامورایی؟ من چاکرم. چاکر شما نیست. آها چاکر؟ منم اسمی؟ بله منم من اسمی اسم نمیشه آقا. چیزمه، اسم بچگیمه. همونو باید بدونیم. آره چاکر سامورایی. دقیقا. آقای چاکر سامورایی میشه لطفا شما تلفنتون لطف کنید؟ یک ثانیه بذار من خب اوکی. خب بزنید 816 خب 68 مهم. 782. خب لطفا گاف سیوم کن. اجازه بدین. من شما رو سیو نمی‌کنم، اینجا باید بنویسم. آها ای بابا، آره بعدا میریم اسممون درست بکنیم. فهمیدی پدر سوخته. بابا خب سلام. اسمیمه. اسم اینجا گوساله. آه. اصغایی میکنم، من یکم با داداشم داشتیم بحث میکردیم، خب. ببخشید. دوستان ببین، هزینه‌اش من به بیشتر یه نفر- چیزی میگم. بیا بگی. نه آقا خواهش میکنم. نه اینا شوخی های تگزاسیه، چیزی نیست. بله. دوستان فقط به خاطر اینکه از قبل بهتون گفته باشم، بله. جلسه اول برای اینکه حرف همدیگه رو ببینیم میفهمین نمیفهمین، هم شما من تست کنین هم من ببینم اوضاع بله. چطوره، هزینهش کمتره. بله. درست. جلسه 100 کی هستش. از بله. جلسات بعد هزینهش میره بالاتر میشه. بله. نفری 700. بله. اوکی شما با بله. این بله. قضیه؟ بله بله. اوکی. خب پس اگه میشه نفر 100 کی بذاریم جیبم که من پرونده‌تون تشکیل بدم بریم. آبی بانکی اینجا نیست. درجه تشکیل بدیم. شرون حواست بهم باشه. در چشتو. وایسا، چشام بسته است. به هم چیز بده، آدرس بده، چشام بسته است. ورد بیا صدا در میاد. راست. فکر کنم در خورد تو صورتم. نه در تو صورتت نخورده. تشریف بیارین. این سمت. تخفیف نداره. حرمت این ریشای سفیدو میذاری. خیلی جسارته، چون که باید همش میره برای هاسپیتال. من سود خودمو نمیگیرم. ای بابا، فقط یعنی برای شما نمیره؟ نه دیگه، اگه شما ندین من باید جیب خودم رو. بده. بله. چرون؟ مرسی خیلی ممنون. بیاین دوباره بیاین هم. چطور ببر. آدرس بهم بده، چپ و راست بهم بگو. مستقیم بیا. مستقیم. فکر کنم در خورد تو صورتم. نه اونجا نرو. الو. اون چی داره در میاد. خانم من تشریف. چشام بسته است. بیا. من بهم بگو. من در رو بیا دنبال صدا. بله. خب. چقدر صداتون نزدیکه. دور شده الان صداتون. تشریف بیارین.
آه بکنم در خورد تو صورتم آره. نه آره. در من آها. بودم آها دست من بود. هیچ الو. اشکال نداره آقای خب الان خوب هستین؟ من وقت مشاوره دارم اوکی پول دستمه که خاک به سرت من چشام بس از تو چته بیا اینو بگی بده. اشتباه. اوکی بریم تو داری با همین سر ما حرف می‌زنی اینجا جن داره جانم شمارتون رو میگی بزن 901 خب بفرست. بکنم نه چی شد الان بگم الان بده نده گوشی تو در آها گوشی بودم بیارم خب گوشی ندارم اشکال نداره گوشی عضله تو می‌گیری؟ اسکیپ تو بزن عضله اسکیپ تو بزن آه پایین سمت راست یور اینفورمیشن شماره تو بر من بکن چی دوباره بگو عضله اسکیپ بابا همون ESC کیبوردت کنار F1 اما بزن بفهم 901 آقا خوبی شماره دیگه اذیت هم نکن خوش 892 892 ادامه شد جان ادامه شه نه چوکی کردم مریض. 892 خب 534 20 534 20 خب آی. وایسا ببینم خانم اوکی بخون چی بخونم؟ همین چی دار چی دار چی شد جیش دارید؟ تشریف بیارین جلسه رو شروع چه آره، خبره از کجا آقا فهمیدی؟ اومدیم یه لحظه مشاوره برم کنیم. بیام من. چون که گفتید جیش دارم مرسی کنم بیشتر وسطش یه لحظه اجازه میدونم برم بکنم باشه برو هیشکو کی بودم من 2000 years later. بیاین بریم حرف بزنیم دیگه. بریم جا نمیشی بایسا اکو بیام خودت بدم وایسا. آها چی بیده؟ خب بفرمایید جفتتون بپینین روی تخت بشینین بنشینی روی وی آقا من میشه یک ثانیه برم اتاق پشتی بیام یه کار خیلی شخصی دارم بیا با هم بریم اه، اینجا خوبه بذار یه ثانیه خب. کار شخصی بیادم بیاد من یکم آلزایمرم دارم آقا آقا شما حرف بزنید 1 2 3 4 5 6 سیال قصه شما تو پر خانوم دستتو بذار تو دست دوستت آقا پسر دختر چه لوسه غیر بده خوراکش 1 2 تا بوسه بیا پیشم شراره بوس بده دل آقا من با اون قراره. دارو خیلی الان حس خوبی دارم و موافقم مهم. بله مهم. مهم. این چیه فکر کنم آقای چرون یه آها. اوکی اینو برای منه مرسی آره فقط الان دیگه یه ذره پاهام سست شده خانومه میدونی اه. آقا بشین پاهاشو نگه داریم پاهامو نگه دارید گردم وایسا من قویم من بدن سازی کار میکنم ایسا مرسی آها الان درست شد این برای شماست خانومه ملیک خانوم ممنونم مرسی خیلی لطف کردی خواهش بایستا الان نکن میدونستی من گل دوست دارم آره دقیقا همونجا که میرسم جیش داریم مرسی. دقیقا حالا نکن با 3 شماره غیب میشه نگاه 1 2 3 اه ایوندش زده مرسی من من شما بهترم دقیقا بذارم اینجا براتون مرسی گرفتم دست من فکرم تو شکمم فروش کردید میدونید
اسمشو میزنم خب بریم ترانه. سراغ اصل مطلب. خب بریم سراغ اصل مطلب. من گلم انشالله قیب بفرمایید بشه. بشینین رو طرف. چجوری بچینم؟ سیت آره سیت سیت خالی. اتفاقی. بنده دهنه تراپی هم شکلک میکنم به تگ 22. خب خب از زندگی اون بپرس خانم چیز ما ملیکا فکر خانم. کنم این گولا رو کردی. دقیقاً. بچه ها آقا شکم شکم شکم. شکم. خب دوستان از خودتون برام بگین، اول خودتون رو معرفی کنین، چیکار میکنین در زندگی و اینکه کارتون چیه، بیکاری. چیه. بذارید درست بگم. چرا اون تو که 13 ثانیه بزرگتری اول بزرگتر رو. خب ایشون داشت بنده هستن، اسمش گاو هستش. قرار شد منم خودتو اسمم چی کنی؟ چرون خودم هستم. زبون دارم پوفیوز. خب باشه من اسمم چرون هستش. منم تو گاوم. رابط تگزاس هستم. اومدی داخل نیویورک لس آنجلس چیه اومدیم اینجا. الیه آره الی لس آنجلس. چه با کلاس الیه. الی واو. یا بله ما اومدیم اینجا کار کنیم یا دیدیم با مردمش سازگار نیستیم. دقیقاً. یه ببینین چند خورده نفر مشکل مثلا با داریم. لگت و مشت و نمیدونم همه چی از همون پذیرایی کردن. بله. مثلا میگیم سلام یهو میاد یه کشت میبینم تو دهنمه مثلا. این آره مشکل ما اینه دقیقا. و منم که راجع به همین موضوع داشته از باشیم در جلسه خیلی رو. میترسم. این دوتا. ترس شما به در میتونم آره بدونم پیش زمینه ای داره یا نه؟ ببینین ما تو تگزاس خب در نداریم. خب درای ما آها اکثرا با دیدین. پا میرین خب تو. نه ناکن اون که اصلا بحثش جداست. خب با پا راست خب میریم خوش شانسی بیاره، با چپ بریم با کله میخوری زمین. خب این که فکر هیچی. کنم این کفی یه آخوندی بود. خب نمیدونم. اینو بابام گفت. فکر کنم بابام هم آخونده است. حالا در ادامه بحث همون بابام هم خب میکنیم. خب آره. بله بعد درای اینجا تست میکنم با هم حرف میزنن. نمیدونم اصلا. ببین انگار داره فحشم میده. در 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 آروم میشه مکالمه خودت و این در رو به من بگی؟ باید سانسور کنم خیلی در واقع نگم. یعنی فوش و فوشکشیه؟ دقیقاً آفرین دقیقاً. خب این در با شما چیکار داره؟ پاشو بیا بهش دست بزن. در با من چی کار داری؟ نه برو کنارش آی نازش. آی دستم. نه با دست کاری نداره. بیا کنارش وایسا مثل من نگاه اینجوری. باشه باشه. ببین کاریت نداره. فوش میدی؟ پدر سوخته؟ آقا خانم فوش هم میده. نشنیده بگی بغلش کن با مهربونی جواب بده. ببین ریشتو میکشه. نه دیگه ریش نداره. چوبت میارم پایین ها. خب نکن. من میخوام با درست حرف بزنم. خب ببین یه با هم دوست باشیم. خانم داره بهم فوش میده. شما بغلش کن معجزه رو ببین. بیا. معجزه محبت و مهربونی. بوسبک نمیده. چیکار چرا میده؟ کنم؟ من دارم میشنوم داره میگه مواه. در بوسش کن. در بوسم کن. در سوخته میگم بوسم کن. در بوس بوست. نمیکنه. بوس نمیکنی ها. بوس نمیکنی ها. یعنی بوس آقا. نمیکنی منو. آقا شما بوسم ببین نمیکنی چقدر داره. دوستت داره. نگاه کن داره میاد دنبالت. آقا نزن به باسنم در. ببین اون خیلی مال دوستت خودمه. داره. من که میگم آقا داره بهم برید اسلپ سراغ میزنه. محضر. ببین تو نگاه اسلپ زد به باس صندوق عقبم. برو پیشش. ببین نگاه کن دستتو اینجوری بگیرش. همینجوری. یه کوچولو این ورتر سمت ما. خب
سعی کن باش صحبت کنی. بگو چرا با من مشکل داری. ببین در چرا هم مشکل داری؟ میشه بهم بگی؟ نه لحن تنده، لحن آه. تنده. آها یواش در مهربون. جونم چرا با هم مشکل داری؟ بگو در. قربونت. درم نه در جونم عزیزم چرا با من مشکل داری؟ مشکل داری؟ چرا؟ خب چرا؟ خب بگو چرا؟ یعنی چی به خودم مربوطه؟ خب بگو دیگه. ببخشید خنده. خانومه میگه به خودم مربوطه. شما بیا بشین، بیا بشین. آقا در منو دوست چه پرواز نکنی چرون؟ گاف چرون چشم. بشین. خب. در با من مشکل شما به من بگو که چرا انقدر دوست داری درو؟ در رو دوست دارم؟ چرا؟ دوست ندارم. در من خب پس بدش چرا میاد. دوست داری باش دوست بشی؟ خب چون که داره عصبی میکنه و این عصبانیت داره کچلم میکنه. خانم تو بیا ببین این عصبانیت نه چشم کو ببر اوور چطور اوور اشتباه شد بسا. ببین چه بلایی به سر من آورده. نگاه کن ببین. چرا؟ من که داداشمه ناکن مشکه. من مو دارم، مو نداره. بله. آقا سیاحت کردی خانم ملیکا. چه بله، بلایی خب سر شما من به من آورده این به من عصبانیتش. بگو. خب وقتی یکی دوست نداره با شما دوست باشه، شما چرا انقدر اصرار میکنی؟ آخه دوست داشتن خانم که ببینین مجبوری نیست. آخه ببینین شما ببینین اصلا الان من خب دارم میام آیت دارم پرتوچی. من اصلا من الان دارم از این در میام بیرون خب میام خب. اینجا نه وایسا اشتباه شد وایسا. اصلا دارم میام بیرون خب پشیمون میشم میخوام برگردم بهم اسلپ میزن به صندوق عقب. خب این با همین رفتار داره. الان شما خب هم خیلی بی برو بیرون. تربیته. خب اشکال نداره دیگه، اینطوریه دیگه، اینم مدلش بدای اینه. چکشونم. آخ دیدی؟ ببین اذیت هم میکنه. بلا نه. کن. نه یه دقیقه صبر کن. بیا اینجا، بیا پیش من. بیا بشینی. بچریم چرا چیز نشی. ما بریم. خب کی داره موق میزنه؟ ببینید بچه‌ها، شما نباید با در اینقدر مشکل داشته باشید. اون در رفتارش اینطوریه. مثلا با خیلی خب شما بی مشکل تربیته. خاصی نداره که، با همین. الان چرون بیا تو یه ثانیه بی اینجا. پشت کن. الان خب این کار درستی بود. منو میتونی این داری نه غلط. رو آروم باش نفس عمیق. الان این کار خانم ملیکا این الان کار درستی بود منو کردم. خب اون که آدم نیست، اون یه شیء. خب شیء هم شعور باید داشته باشه آخه. یعنی چی نه شیء؟ دیگه، اون که قدرت تصمیم گیری نداره. الان شما تصمیم گرفتی که ایشونو چیز کنی، ولی اون این تصمیمش نیست. آها بله درست من دوشم سرجان. فهمیدی؟ بله اگه مشکل پس دیگه شما از هست با درا مشکل نداری؟ سعیمو میکنم با سیادش. الان ایشون جلسه با اوله میدونی از بچگی من با در کلا مشکل داشتم. تو تگزاس وقتی مثلا ما 10 سالمون بود تازه داشتن در درست میکردن. بعد از همون اول من با همین درا مشکل داشتم. آها. از تو بچگیه. مزرعه هم دارین تو تگزاس؟ ما تو تگزاس خیلی خانواده عجیبی بودیم. الان هم از تگزاس اومدین؟ بله. منو با نمیبرین قطار یه دوری اومدیم. بزنیم؟ چرا که نه؟ چرا نبریم؟ من تگزاس رو دوست دارم. تگزاس هم بیرون شهر اگه خواستی بیا. یکی باشه بیا میام. بید. بعد جلسه بریم. چشم. خب خب دیگه این از مشکل در که حالا توی جلسات بعدی هم سعی می‌کنیم بهترش کنیم. این مشکلش با در بود. من مشکلم با یه چیز دیگه. شما مشکلت با چیه؟ مشکل خب من با ببخشید من اومدم. صندلیه. آره دقیقاً. علی. این چرا؟ صندلی میده قش میکنه یهو. آره خب چرا صندلی مگه چیه؟ صندلی یه جور شبا سلاحه. دقیقاً
بعدش هم شبا خب مثلا ما خوابیم یهو یه صدا اینجوری میده. آره صندلی؟ یا بله. ریدم داده همه صندلی ها؟ همشون مثلا یه باب، حتی باب یعنی حتی نمیگن. این؟ الان خواب نیستیم آخه، مرض دارن وقتی ما خواب. الان خودتو بزن بخواب. ها کی ها همون اسپی. نشسته به خواب خوب با کلاس. رفتن تو دیگه. رو کن به ای من. دیوار بخوره تو سرت ایشالله. رو وایسا کن. برم اونور. آها شما هم خودتو بزن بخواب ببینم. بذاری یکم من ایوه. بذارم قرص خواب بخورم. من تو دیوار میخوام فقط. الان مثلا خوابی. من که صدایی نمیشنم. چی در چی شده؟ نگاه. کو چی شده؟ یک صدا اومد. دیدید صدا اومد؟ دیدید؟ نه دیدی؟ من نشد. آقای چرون شما شنیدی؟ آره یه چیزی برقو کرد. هیچی گفت گفت با آره برو. کدومشون بود؟ این بود یا اون؟ میکنم اون بود. آره این آره اون بود اون. بیاید ببینیم چی میگه. بیاید. چی میگی صندلی؟ شما باش حرف بزن. حرفشو به ما هم بگو. چی میکوبم دوست دارم. میکوبه؟ دوست داره؟ این باید پارت کنم نه. نه خب سعی کنید بهش توضیح بدین که ما خوابیم. شما که این کار میکنیم ما بیدار میشیم. بذار وقتی که بیداریم با هم دیگه سر صدا می‌کنیم. خوبه؟ این آقا صندلیه. این صدا چیه؟ این صدا چیه؟ این صدا چیه؟ صدا چیه؟ صدا چیه؟ دوستان صدا چیه؟ من شما چرا رو باید بیدار منتقل می‌کنه؟ کنم اتاق امارای. تشریف بیارین با من. وای ام آر وای امارای تشریف بیارین. ببینیم. بعد خانم یه چیز دیگه هم بود ما باید اینو بهتون میگفتیم و بعدش جان بود بهتون گفتیم مردم با لگد میان تو صورت ما. خب خب خیلی هاشون میگن به خاطر قیافه ما هست. میگن که چی کار میکنین؟ به نظر من که شما دوتا خیلی هم خوشتید. تشریف بیارین. من الان دیگه ببین مردم هر چی بگن خب چرون با لگد من میرم تو دهنشون. فهمیدی؟ آها حواست ببین بله. یادم بیاد خب این داشت خوش میدادا وایسا در نه آقا بیا در ولش کن. در چی میگی؟ بیا. در بیا پیش من. اومدم. خب من تک تک باید ببرم. لحظه منتظر بمون من این دارش تو ببرم. نه داداش نرو داداش. الان میارم تو رو. میاد داداشی من جام امنه نترس. همجور من دارشت هم میارم. داداش سلام. بچه ها آقای باب شما جانم. اول تشریف بیار اینجا. آقای چون شما بیرون مدرس. خب ببین هر چی فلزی داری رو در بیار. کفشاتو در بیار. گردنبند اینا اگه داری در بیار. کتت هم اگه فلز داره توش در بیار. من بذارید کوچه میشینم. کمربند که نداری. اسلحت هم بیار بذار این گوشه. بشه؟ شما بیا آقای چون. اسلحه هم خانم به شلوارم چسبیده. نه بذارش این گوشه. کسی نمیاد تو اتاق. بذارش این. نه چسبیده خب باشه. زمین نمیفته. خیلی دیگه لخت شد بکنم. بخواب چرون چیز گاولی. الان میخوام چشم.
نرو پیشش نرو پیشش نرو پیشش نرو پیشش اونجا پر رادیواکتیوه. من میتونم بشینم. بفرمایید. نشست نه. نه فکر کنم نیست. شما بیه من اوا بخواب. نمیخواب. آها خواب. خوابید. خب. چی شده؟ بلند نشو. آها بذارید. آها اوکی. خانم دکتر حالش خوب میشه؟ آره بابا. خب شما بیا چرا بلند شو. تموم شد. ها سلام. تموم شد. تموم شد. یه ذره میشه پشتتون راه کنیم؟ من آره من که موظف هست تشریف دارم. من پشتم کردم. چکر. و دکتر محرم نگرد نباش. اوکیه. آقای چرون شما آبزار آهنین تو لطفا در بیار و دراز بکش. شما آقای گاو تشریف بیار. داداش اصلا نترس. خب یه دقیقه جلو بودی. داداش کوشش رو نش. خوبی؟ آره ببخشید. خوبه نکن. بودو کن. خانم این چه صندلی به راحتیه این؟ چی شده؟ داداش نفس بکش. یه دقیقه وایس. آقا زنده است خانومه؟ آره بابا دارم عکس میگیرم. آها بکرم قش کرده. مغز داره؟ من استرس دارم میگیرم یه کم کم. بیا وسایلتو بردار لباس پنبه پوش. داداش بشین رو چاقوت خوب میشی. نه این کارو نکن. اه، لباساتونو که پوشیدین با من تشریف بیارین. آقای گاو جانم. شما چند سالته؟ چند میخوره؟ این چیز اینجا تشریف داشته باشین تا من عکساتون رو چاپ کنم. داداش من پام درد میکنه میشه نشینم؟ آره خیلی اینجوری میشینم عقربی. عکسای آقای گاو. خب مغز دارم؟ مهم. آره مغز که داری. خدا رو شکر. نه این چیه؟ آره همونی که حدس میزدم. چیه؟ هیچی ای. حالا براتون توضیح میدم. یا عکسای ابوالفضل آقای یا خدا. چرون بله. مستثم لیست. خب نتیجه رو بهتون اعلام میکنم. اول اینکه یه سوال بپرسم شما چیزی مصرف میکنی؟ نه خیلی من اصلا بدن سازم اصلا نمیشه اصلا قفله. ماریجوانا مصرف نکردین تا حالا؟ اصلا خجالت بکشین تا اصلا. به حال اصلا مگه میشه تگزاسی باشی مواد نکشی؟ خب دارم میگم من از بچگی ورزش میکردم من اصلا. آره ما فوتبالی به چیز تگزاس بودیم. آره الان دارم میاد بکشین. امتحانش ضرری نیست. آها این یه امتحان بود رد شدی. من که چیزی نه آقا من سکوت کردم. متاسفانه هر دوتون مبتلا به اسکیزوفرنی هستین. منتها آقای گاو فرنی؟ شما خیلی وضعیت خرابه. آره برنی من بچه بودم دوست داشتم. بیماری اسکیزوفرنی یه بیماریه من که شما جزوی ما کافی مصرف میکنیم. واقعا ترسیدم خب. خدا. بله.
به خاطر این کافی مصرف کردنمون توش متالون میریزن، به خاطر آه همونه. راست میگه، آره اینم درست میگه. مشکل نداره. حالا با اگه جلساتون رو پی در پی بیاین میتونیم چرا دوست داری وضعیت رو دست کنم تو بهتر کنیم. دماغت؟ یه دقیقه دستتو بیا پایین. ببخشید. بچه جان. بیا شما خیلی میخورین ممنون. تو خورید. خیلی ممنون. یه بیماریه که شما فرق توهم و واقعیت رو نمی‌دونید. خب درست. بله شما وضعیت خیلی بهتره آی چرون و مرسی. هنوز میشه از بین بردش، ولی برای شما رو متاسفانه نمیشه از بین برد، فقط باید کنترلش کرد. نگران نباشین، آسیبزا نیست. و وقتی خب که الان دیگه قرصاتون رو نگران بخورین نیستم. و جلسه با سس. بله. بله جلساتتون رو بیاین مشکلی پیش نیست. حالا فقط من برای ترسم این تدی آوردم که شما فراموشش نکنید. آره تدی من دقیقاً. پایین گذاشته بودم تو اتاقم. برداشت که بچه یادتون نره. آوردیش. یادتون نره. مرسی. من خش. خب توی بخش تشریف داشته باشین. بفرمایید. همینجا آره. بفرمایید داخل اتاق. گفتم یه اتاق. بفرمایید. اول خانم. آفرین به شورت. بفرمایید روی این تخت تشریف داشته باشین تا من برم از داروسازمون براتون قرصاتون رو بگیرم. دوتایی باشه؟ بابا چرا؟ 3100. ایسا. خب من داروهاتون رو گرفتم براتون. هزینهش قابلتون 6000. نداره. میشه 200 گرفت. دارو که میخوام پول ندارم جان؟ دیگه. دارو 200 یه آقا دیگه داروهایی که گرفتم خیلی داروهای خوبی. حالا بزنین متوجه. بابا 200 که یختو تو 200 که داری؟ بسا بینم. نه چقدر داری؟ یه دونه لاته بهتون بدم خوبه با استیکر جوابه. نه باید پول بدین چون من باید به داروسازمون بدم دقیقا 200 کی. ایوو. اگه نمیتونه قبض چیزه بزنی؟ قبض بزنم. آره 200 کی نمیتونم. نه تو ببینم 100 کی 100 کی بزن. میتونم. آره تو 100 کی بزن. به شما زدم الان. بذار چک کنم. آره شما زدم. آره ای گاو. بله بله. من گاوم تو چرونی. نه چیرو. حالا زای مری. خب اینم از قبضتون. داروهاتون 4 تاست. 2 تاش برای شما 2 تاش برای شما. بله بذارین بهتون بدم تا دقیقه مصرفش هم بهتون. این از این. مرسی. اینم برای شما. خب آقای گاو جانم. شما این دارو رو به مدت تا آخر همین امشب، خب یعنی الان که صبح شد تا شبش، هر دوتاشو مصرف میکنی بله و این دارو رو که مصرف میکنی کلا حالت خیلی بهتر میشه، سرحالتر میشی و بعدش بیا دوباره برای چکاپ که ببینیم هنوز نیاز هست ادامه بدیم یا نه. بله میشه بذار همین الان یکیشو بخورم. ببینم چجوریه. بزن بخورم. ای نگران نباش. چی شد خانم؟ اینا چی بود دادی به ما؟ نه داروی خوبیه. این حالش همه بدتره. آی چی بود دیگه. آی خب آقا بچه من فهمیدی شما تا آخر امروز که الان خورشید میاد دوباره میره پایین هر دوتاشو مصرف میکنی. الان یکیشو خوردی میذاری تا ظهر، یکی دیگه هم مصرف میکنی. آیه چرا شما امروز خوردی دیگه نخورد و فردا مقی
گاوی دیگه چیکارت کنم؟ آی، الان اشکال من حالم نداره. حس میکنم خیلی خوبه. شما باید تا فردا صبر کنی که من بتونم چک کنم. بله بله. فکر کنم چیکار میکنی؟ خب پس لطفا فردا برای چکاپ بیاین و من دوباره باید بررسی کنم اوضاع مغزتون رو. حتما. باشه؟ چش. پس گفتین وقتی که خورشید طلوع کرد. ظهر طرفای ساعت 11 دیگه شما دوباره استفاده کنید. آها، یعنی باشه؟ خورشید طلوع کرد بعدش. آره قشنگ خورشید بیاد وسط آسمون. بله بله، عالی. تشریف بیارید. چشم. باشه. متشکرم، بفرمایید. خیلی محبت کردی. خواهش میکنم. میخواین از پله بریم؟ آره بابا، ترسو اون باخته. ورزشکاری خانم دکترم ورزشکارن ها، با این سرعت دارن میان. چون بیماری خیلی نادری هستش، هزینه‌های درمانتون زیاده. یه فکری به حال این قضیه بکنید. حالا میخواین یا وارد یه سری شغل اگه بشین 50% آف میخواین، مثل ویزل نیوز، مثل پیدی. اگه من وارد یه چرا اونا بشین قرمز رو پیشنهادی دارم. نمیبینی؟ جان چطوره ول مثلا؟ کنم بذاری بمیری؟ فکر نکنم میخواستم اینو بگم. منظورم این بود مثلا شما رو مثلا بیاد یه کافه با ما اونجا صحبت کنیم. صحبت کردن چه بهتره. صحبتی؟ خب همین چیز دیگه، درمان دیگه. من درمان بخوام بکنم دور نیاز به از چیزه. تجهیزات دارم. شما اه، تجهیزاتتون چیزتونه دیگه، زبونتونه. از جان؟ هر زبان حنجره انسان از هر چیزی بهتره. آقا ولش کن داری. آقا منظور رو بگیرید دیگه. یه برم کنید خدا. نه جناب، گیر شده. الان من فکر کردم مشکل شما روانشناسیه، ولی در واقع شما مشکلتون روانپزشکیه و آها، نیاز داره که من از جراحی. مهارت‌های جراحی مغز و اعصابم استفاده کنم. برای همین خدمت شما عرض شد که هزینه هاتون یه کمی بالا اینجا قراره چقدر بره. خوشگله. بله و برای فردا که تشریف میارین دوباره بله قراره 4 تا قرص بهتون بدم و یه جلسه درمان. بله بله. این جلسه‌تون متاسفانه هزینه‌اش میره بالاتر، میشه داری در نفری رو 700 میکشی؟ تومن. آره من ده نمیخوای. آره متوجه آره. شدین؟ بله بله. بله. فقط یه چیز دیگه. جان میشه شما یه ثانیه اینجا باشین، من به چرون یه چیزی بگم بعد بیام که بیاد بهتون بگه. نمی‌دونم. چرون بیا. در اون گفت شد. میکن. میتونیم داشت به نشونه بهش بگیم مثلا به نشونه تشکر یا کافه. آره آره اوکی. اوکی بریم. خب خانم ملیکا، ما یه بفرمایید. تصمیم خیلی مهم گرفتیم و ایشالله که خوشتون بیاد. چرون؟ من بگم چیزه ما میخوای به عنوان تشکر هم بریم شهر خودمون، هم ببریمتون. که کافه. بعد کافه ای خیلی توی لطف دارین، ممنونم. من به نشانه فعلا تشکر. راستش الان باید وایسم سر شیفت، نه خب ولی وقتی اگه که شیفتتون تمام مرخصی شد. گرفتم میام. چشم آره باتون شمارمو که تماس داری. میگیرم. آره باتون پس تماس روتون حساب کنیم. میگیرم. بله حله. خیلی خب ممنون از شما. خیلی لطف کردی. شب خوبی داشته باشی، خسته نباشی. شبتون بخیر. شب خوبی خداحافظ. خدا داشته نگهدار. باشی. خدا نگهدار.